بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین در کربلای مقدس بین الحرمین، در جایی که یکی از بهترین نقاط دنیا بر روی زمین و شاید هم قطعی از بهشت. در اینجا نایب تمام دوستان عزیزی که التماس دعا گفتن هستیم و همچنین میخواستم تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت کشیدن به هر نحوی تا این کاروان حسینی بالاخره جور شد و ما توانستیم 120 نفر از زائرین اولی که برای بار اول به زیارت ابو عبدالله الحسین مشرف میشن رو به همراه خودمون بیاریم کربلای معلا. تشکر میکنم از دوستان. حالا خب چون اسامی هم زیاده نمیشه اسم تک تک رو آورد، لذا از همه دوستان به هر نحوی که زحمت کشیدن تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند به حق قمر بنی هاشم و ابوالحوایج ابوالفضل عباس و خود حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین حوایج مشروع همه رو برآورده بکنه و هر آرزویی که دارن انشاءالله برآورده بشه. با تشکر از زحمات زیادی که دوستان کشیدن تا وسایل و اسباب فراهم شد که این کاروان حسینی به این سفر روحانی مشرف بشن. ممنون و تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین در کربلای مقدس بین الحرمین، در جایی که یکی از بهترین نقاط دنیا بر روی زمین و شاید هم قطعی از بهشت. در اینجا نایب تمام دوستان عزیزی که التماس دعا گفتن هستیم و همچنین میخواستم تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت کشیدن به هر نحوی تا این کاروان حسینی بالاخره جور شد و ما توانستیم 120 نفر از زائرین اولی که برای بار اول به زیارت ابو عبدالله الحسین مشرف میشن رو به همراه خودمون بیاریم کربلای معلا. تشکر میکنم از دوستان. حالا خب چون اسامی هم زیاده نمیشه اسم تک تک رو آورد، لذا از همه دوستان به هر نحوی که زحمت کشیدن تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند به حق قمر بنی هاشم و ابوالحوایج ابوالفضل عباس و خود حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین حوایج مشروع همه رو برآورده بکنه و هر آرزویی که دارن انشاءالله برآورده بشه. با تشکر از زحمات زیادی که دوستان کشیدن تا وسایل و اسباب فراهم شد که این کاروان حسینی به این سفر روحانی مشرف بشن. ممنون و تشکر.